سرخط خبرها. بنبست در مذاکرات امریکا و امارت اسلامی. نیویورک تایمز گفته که امارت اسلامی خواستار آزادی آخرین زندانی خود است. پایان سفر معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی و صلح به افغانستان. او در این سفر با مقام‌های امارت اسلامی، زنان افغان و کارمندان زن در سازمان ملل دیدار کرده است. رسمی تعامل تا زمینه برابر شي، امارت اسلامی ته پکار ده. اطمینان شرکت برشنا بر رفع پرچاوی‌های برق. سخنگوی این شرکت گفت با وصل شدن برق وارداتی از ازبکستان مشکل پرچاوی برطرف خواهد شد. سالنګ په برخه کې پایه چپه شوې ده، هلته برق قطع شوی ده. و ادامه واکنش‌ها به ایجاد شورای صلح غزه. شماری از آگاهان روابط بین الملل جایگزینی این شورا به سازمان ملل را غیر عملی می‌دانند.